فرکانس شبکه بر ماهواره هاتبرد و بر ماهواره نایل سد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی الله عنه می فرماید: گناه نابخشودنی. امیر مومنین علی ابن ابی طالب رضی الله عنه می فرماید: آگاه باشید که ظلم بر سه قسم است: ظلمی که نابخشودنی است و ظلمی که بدون مجازات نمی ماند و ظلمی که بخشودنی و جبران شدنی است. اما ظلمی که نابخشودنی است شرک به الله سبحانه است که فرمود: بیگمان الله شرک به خود را نمی بخشد و گناهان پایین تر از آن را برای هر کس که بخواهد می بخشد و هر کس به الله شرک ورزد گناه بزرگی را مرتکب شده است. نهج البلاغه خطبه 175 و در بعضی نسخه ها 176.